السلام علیکم برادرای عزیز. به همتون گفتنیم که شهرام عبدالحلیم زنده و این شب ساعت رسو 11 شب بود. در کانال لیر تیجی یک ویدیو برآمد که سراتونو تماشا کنید. شهرام عبدالحلیم عملیات کرد در شهر قوانتپه و این ویدیو را من دیدم. پس از این ویدیو یک 11 minut بعد از ویدیو یا 15 minut بعد از ویدیو در کانال شهرام میدیا، یعنی که کانال خودی همین شهرام عبدالحلیم، کانال لیر تیجی رو سابسکرایب کرد، یعنی که استوری کرد و من حیران شدم و تبسم کرده خندیدم و گفتم چه خیلی، یعنی صدمه کرده است با باز آدم زنده است یا اینکه کدام دیگر استفاده مورد است. نه برادر از خود شهرام میدیا به طرز لهجوی اسپیشال نیامی خیلی ویدیو کردم برای پرسموتر یوتیوب که بطفش رو تماشا کنم و حاضرینه کانال شهرام عبدالحلیم شهرام مرد نیسته، وفات کرده. و برادرای عزیز گفتنیم که در کانال باید سکنیم، لایک و پدیلیت سکنیم. دستگیری شما پیش رویم.